اوایل اژدرها اصلا به سوخت نیاز نداشتند. داخل آنها با هوای فشرده پر میشد و وقتی رها میشدند این هوا پیستونها را به حرکت در میآورد. پیستونها پروانه را میچرخاندند و اژدر به جلو حرکت میکرد. اما یک مشکل بزرگ وجود داشت. اژدرها پشت سر خود ردی از حباب باقی میگذاشتند و همین باعث میشد خیلی زود شناسایی شوند و قبل از رسیدن به هدف از بین برند. برای رفع این ایراد مهندسان اژدرهای جدیدتری ساختند. آنها باتری‌های بزرگ روی اژدرها گذاشتند تا بی صدا و پنهان حرکت کنند. این تغییر باعث شد طول اژدرها به حدود 7 متر برسد. در نتیجه زیردریایی‌ها هم باید بزرگتر ساخته می‌شدند تا بتونن حدود 22 اژدر حمل کنند. هر اژدر با یک سیم به زیردریایی وصل می‌شد و خدمه می‌تونستن مسیرش رو از راه دور کنترل کنند تا زمانی که سیستم خود اژدر روی هدف قفل کند. این اژدرها بسیار مرگبار بودند، اما چون بزرگتر شده بودند زیردریایی‌ها هم مجبور بودند سوخت بسیار بیشتری مصرف کنند. برای همین مهندسان مخزن‌های خارجی طراحی کردند که تا 400 تن سوخت در خود جای می‌داد. مشکل اینجا بود که زیردریایی برای سوختگیری باید به سطح آب میومد و با وصل کردن شلنگ مخزن‌ها را پر می‌کرد. همین کار آنها را به هدفی آسان برای دشمن تبدیل می‌کرد. در نهایت راه حل قطعی با انرژی هسته‌ای پیدا شد. قرار دادن یک راکتور در داخل زیردریایی باعث می‌شد از طریق شکافت هسته‌ای آب به بخار تبدیل شود و نیروی لازم برای حرکت تأمین گردد.